بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد حبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته در مورد توسعه مسجد الحرام در زمان خلفای راشدین و عبدالله ابن زبیر و همچنین دوران بنی امیه و در آغاز دوران بنی عباس مطالبی رو عرض کردم که خود مسجد الحرام در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی در حدود 2000 متر بود که بعد از آن خانه های قریش شروع می شدند و قبلا عرض کردم که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه حدود 1400 متر رو خریداری کردند، خونه های مردم را، و اضافه کردند در مسجد الحرام. و همچنین در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه قریب به 1500 متر دیگر اضافه شد و بعد از آن در زمان عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما در سال 65 هجری 2 برابر توسعه داده شد مسجد الحرام، یعنی 3325 متر دیگر اضافه شد و بعد از آن هم 1700 متر دیگر در زمان بنی امیه ولید ابن عبدالملک و 5000 متر دیگر در زمان ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی به مسجد الحرام اضافه شد که تقریبا مساحت تقریبی مسجد الحرام تا آن زمان قریب به 15000 متر بود و دقیقاً 14800 متر در واقع بود. عرض کردم که حکام و امرای مسلمانان بعد از این کسانی که تا اون زمان مسجد الحرام را تعمیر کرده بودند و توسعه داده بودند، هر کسی در زمان خودش وقتی که می اومد احساس نیاز می کرد یا اینکه میخواست افتخار خدمت به حرم را داشته باشد، مواردی رو و قسمت‌هایی رو به حرم اضافه می‌کرد. بعد از اولین بنای و توسعه دوران عباسی که در زمان ابو جعفر منصور اتفاق افتاد در سال 137 هجری تا سال 140 هجری، بعد از آن پسرش روی کار اومد، محمد مهدی عباسی، و ایشون اومدند در 2 مرحله مسجد الحرام را توسعه دادند. یک بار در سال 160 هجری و بار دیگر در سال 164 هجری و این یکی از بزرگترین توسعه هایی بود که در اون زمان در واقع اتفاق افتاد که ایشون وقتی که اومدند به حج و دیدند که مسجد الحرام تنگ شده جایش، اومدند و برابر با تمام توسعه هایی که تا اون زمان اتفاق افتاده بود، اهم از دوران خلفای راشدین و بنی امیه یا تا آن زمان از دوران بنی عباس که قبل از اون پدرش توسعه داده بود، عرض کردم که 5000 متر رو اضافه کرده بود، ایشون تمام این توسعه ها رو که سر هم بگذاریم در زمان مهدی مساوی با اون توسعه ها در واقع مسجد الحرام توسعه پیدا کرد. در سال 160 هجری وقتی که مهدی اومد برای حج، با خودش اموال خیلی زیادی رو آورد،
پول و ثروت خیلی زیادی رو در اون زمان با خودش آورد که تقریبا حدود 30 میلیون دینار بود. حدود 30 میلیون دینار با خودش آورده بود در مکه و قاضی مکه را که در اون زمان محمد الاقوس از قبیله بنی مخزوم بود بهش دستور داد که خانه هایی را که پیرامون خانه کعبه هست اونها را و پیرامون مسجد الحرام هست همه اونها را خریداری بکنند و در مسجد در واقع اضافه بکنند و همین کار رو هم انجام داد. خانه هایی رو که نزدیک بودند تمام اون خانه ها رو خریدند و با قیمت خیلی گزافی هم خریدند و در مسجد الحرام اینها رو اضافه کردند و اولین توصیه‌ای که ایشون دادن در مسجد الحرام که شامل تمام قسمت های مسجد الحرام می بود، این توصیه تقریبا حدود 8380 متر رو بر مساحت مسجد الحرام اضافه کرد. اضافه بر اون تقریبا 15,000 متری که بود قبلا، ایشون اومد 8380 متر دیگر را در توسعه اول در زمان خودشون یعنی در سال 160 هجری اضافه کرد بر مسجد الحرام. بعد از مدتی ایشون وقتی که برگشت به سرزمین خودشون و بعد از آن وقتی که در سال 164 بود که دوباره اومدن به حج، متوجه شدند که مسجد الحرام به صورت مربع نیست. سعی کردند که مسجد الحرام را به صورت مربع در بیاورند که خانه کعبه در وسط مسجد الحرام قرار بگیرد. تا آن زمان خانه کعبه دقیقاً وسط مسجد الحرام قرار نداشت. ایشون خواستند که خود مسجد الحرام به صورت مربع باشه و خانه کعبه در واقع دقیقاً وسط مسجد الحرام قرار بگیرد. باز هم ایشون دستور دادند که به یک توسعه دیگر و گفتند که خانه هایی رو که هست باید خریداری بکنیم و یک مشکلی که در اینجا وجود داشت این بود که وادی ابراهیم که در این منطقه بود میخواستند که این وادی رو در واقع در مسجد الحرام اضافه بکنند و بعد از وادی هم و بعد از این رودخانه خانه های مردم بود. مشکلی که در اینجا وجود داشت این بود که نمیتونستند که این رودخانه رو در مسجد الحرام اضافه بکنند و اگر بنایی رو هم در اونجا می ساختند خب سیل می اومد و اون رو خراب میکرد. یک عمل بسیار سنگینی بود که مجبور بودند که مسیر رودخانه رو به صورت کلی تغییر بدن، از یک مسیر دیگری این رو بگذارانند و خانه هایی رو که پشت رودخانه هست اونها رو هم خریداری بکنند و همراه با این رودخانه همه رو یک جا اضافه بکنند در مسجد الحرام. ابتدا مهندسانی که بودند گفتند که این کار عملی نیست، اما مهدی اصرار کرد و گفت که به هر قیمتی که شده ولو اینکه تمام اموال تمام بیت المال ها رو در هر سرزمین و در هر منطقه من دارم اگر قرار بشود که همه صرف حرم بشوند بازم این کار باید اتفاق بیفتد و باید عملی بشود. وقتی که مهندسین دیدند که مهدی عزمش جزم هست و دستور اکیدی داده، با همت فراوانی در واقع مسیر رودخانه رو عوض کردند. خود رودخانه رو و خانه‌هایی رو که در آن سوی رودخانه بود اونها رو خریداری کردند و در مسجد اضافه کردند و در این توسعه دوم در سال 164 هجری حدود 6500 متر دیگر رو در مسجد الحرام اضافه کرد. این بزرگترین توسعه‌ای بود که در واقع تا اون زمان اتفاق افتاده بود. عرض کردم که تنها در زمان محمد مهدی فرزند ابو جعفر منصور و در زمان ایشون در سال 160 و در سال 164 هجری در دو مرحله بیشتر از تمام توسعه های قبلی ایشون اومدند و مسجد الحرام را توسعه دادند و مساحت قبلی مسجد الحرام با تمام توسعه هایی که در دوران خلفای راشدین، در دوران عبدالله ابن زبیر و در دوران بنی امیه توسعه داده شده بود 14800 متر بود و مجموع توسعه‌ای که ایشان در مسجد الحرام اضافه کردند قریب به 15000 بود، یعنی 14880 متر رو ایشون اومدن در خانه کعبه و در مسجد الحرام در واقع اضافه کردند. بعد از زمان محمد مهدی در زمان معتضد بالله عباسی در واقع در سال 281 هجری بود که ایشون دستور داد که دارالندوه رو هم اضافه کردن در مسجد الحرام
و این عمل در واقع توصیه رو که دادند و تعمیر که کردن مسجد الحرام را حدود 3 سال این به طور انجامید و حدود 2500 متر دیگر در زمان معتضد بالله عباسی در سال 281 هجری هم به مساحت مسجد الحرام در واقع اضافه شد. و بعد از زمان ایشان در زمان عرض کردم که 281 هجری این اتفاق افتاد، در سال 306 هجری در زمان المقتدر بالله عباسی بازم یک توسعه اندکی در واقع اتفاق افتاد در زمان ایشون که باب ابراهیم را و همچنین قسمت‌های دیگری را که بود، رواق‌هایی را که بودند در مسجد الحرام اضافه کردند. باب ابراهیم معروف هست که باب ابراهیم خلیل الله نیست، بلکه یک خیاطی بوده که روبروی این دروازه می نشسته و این باب معروف شده بود به باب ابراهیم، یعنی به نام همون خیاط بود. ایشون این قسمت رو وقتی که اضافه کردن در مسجد الحرام، حدود 1000 متر دیگر در مسجد الحرام در واقع اضافه شد. بعد از این اضافاتی که در زمان مقتدر بالله عباسی اتفاق افتاد، یعنی در سال 306 هجری، این آخرین توسعه حرم بود و بعد از این در حدود 1000 سال دیگر مسجد الحرام توسعه پیدا نکرد. تا حدود 1000 سال دیگر مسجد الحرام از نظر مساحت در واقع توسعه پیدا نکرد و حکام دیگری که در این زمان اومده بودند تا سال 1069 در واقع تمام کارهایی رو که انجام میدادند یک مقدار ترمیم و تعمیر خانه کعبه بود. در زمان عثمانی ها و دقیقاً در سال 802 هجری اتفاقی افتاد در مکه مکرمه که مسجد الحرام دچار حریق شد و در اون زمان سلطان برخو که سلطان مصر بود دستور دادند که خانه کعبه رو دوباره و مسجد الحرام رو دوباره تعمیر بکنند، منتها چیزی به مساحت مسجد الحرام اضافه نشد و بعد از ایشون در زمان سلطان سلیم و دقیقاً در سال 979 که ایشون متوجه شدند که مسجد الحرام به صورت کلی بنایش ضعیف شده بر اثر سیلاب‌هایی که آمده بود و مسجد الحرام در معرض فرو ریختن قرار گرفته بود، ایشون اومدند و دستور دادند که مسجد الحرام به صورت کلی دوباره تجدید بنا بشود و تمام مسجد الحرام را ایشون در واقع در زمان خودشون و در سال 979 آغاز به کار کردند و مسجد الحرام را به صورت کلی ایشون تعمیر کرد. تعمیر و تجدید بنای سلطان سلیم یکی از معروفترین در واقع بناهای مسجد الحرام هست و تعمیرهایی که بود و این بنای عثمانی تا همین اخیراً در واقع تا قبل از توسعه سوم سعودی وجود داشت و امروزه هم بنای جدید مسجد الحرام وقتی که هست آن نمای اصلی را که در زمان عثمانی ها و ساخته سلطان سلیم بود بر همان منوال و با همون شکل دوباره این بنا رو در واقع ساختن و ایشون عرض کردم که در سال 979 این رو دستور داد، آغاز به کار کرد برای تعمیر خانه کعبه و منتها خودشون نتونستند که رو تعمیر بکنند و بعد از ایشون فرزندشون سلطان مراد سوم در سال 984 در واقع این بنای مسجد الحرام را به پایه تکمیل رسانیدند. اینها ادوار تاریخی مسجد الحرام هست، توسعه هایی که اتفاق افتاده و ترمیم و تجدید بنایی که برای خانه کعبه و مسجد الحرام اتفاق افتاده که اینها رو در جلسات متعددی و با ذکر مقداری که هر حاکم و پادشاهی اضافه کرده بود خدمت شما بیان کردم و بعد از آن در زمان حکومت آل سعود باز هم تعمیرات زیادی صورت گرفته در چندین مرحله مسجد الحرام و همچنین قبلا هم عرض کردم خود کعبه مورد عنایت قرار گرفته، ترمیم شده و تجدید بنا شده که انشالله در مورد بنای و توسعه سعودی در مسجد الحرام
در جلسات بعدی انشاءالله خدمت شما مطالبی رو عرض خواهم کرد. تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين.